بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خرداری. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. بلغ العلا به کماله کشفت دجا به جماله، حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. هرگاه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند، باز اعراض کند، بازش به تضرع و زاری بخواند. حق سبحانه و تعالی فرماید: یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له. دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گنه بنده کردست و او شرمسار. عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتک، و واصفان حلیه جمالش به تحیر منسوب که ما عرفناک حق معرفتک. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. حالی که از این معامله باز آمد، یکی از دوستان گفت: از این بستان که بودی
ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است، و صیت سخنش که در بسیط زمین رفته، و قصب الجیب حدیثش که همچون شکر میخورند، و رقعه منشعاتش که چون کاغذ زر میبرند، بر کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد، بلکه خداوند جهان و قطب دایره زمان و قائم مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان اتابک اعظم مظفر الدنیا و الدین ابوبکر ابن سعد ابن زنگی ذل الله تعالی فی ارضه رب ارض عنه و ارضه به عین عنایت نظر کرده است و تحسین بلیغ فرموده و ارادت صادق نموده. لاجرم کافه انام از خواص و عوام به محبت او گراییدند که الناس علی دین ملوکهم. زانگه که تو را بر من مسکین نظر است، آثارم از آفتاب مشهورتر است. گر خود همه عیب ها بدین بنده در است، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. اللهم متع المسلمین بطول حیاته و ضاعف جمیل حسناته، وارفع درجة اودائه و ولاته، و دمر علی اعدائه و شناته، بما تلی فی القرآن من آیاته. اللهم آمن بلده و احفظ ولده. لقد سعد الدنیا به دام سعده، و ایده المولی بألویة النصر. كذلك ینشأ لینة هو عرقها، و حسن نبات الارض من کرم البصر. ایزد تعالی و تقدس خطه پاک شیراز را به هیبت حاکمان عادل و همت عالمان عامل تا زمان قیامت در امان سلامت نگه دارد. اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست، تا بر سرش بود چو تویی سایه خدا. امروز کس نشان ندهد در بسیط خاک، مانند آستان درت مأمن رضا. بر توست پاس خاطر بیچارگان و شکر بر ما و بر خدای جهان آفرین جزا. یا رب ز باد فتنه نگه دار خاک پارس، چندان که خاک را بود و باد را بقا. یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می سفتم و این بیت ها مناسب حال خود می گفتم. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم
نماند بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. خجلان کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده را ز سبیل. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. واندگر پخت همچنان هوسی، وین عمارت به سر نبرد کسی. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این غدار. نیک و بد چون همی بباید مرد، خنک آن کس که گوی نیکی برد. برگ عیشی به گور خویش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه غره هنوز. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید چید. بعد از تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از گفتهای پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم. زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود و در حجره جلیس، به رسم قدیم از در آمد. چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد بر نگرفتم. رنجیده نگه کرد و گفت کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خوشی. که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در کشی. کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم کرده است و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و راه مجانبت پیش. گفتا به عزت عظیم و صحبت قدیم، که دم بر نیارم و قدم بر ندارم، مگر آنگه که سخن گفته شود به عادت مألوف و طریق معروف. که آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل. و خلاف راه صواب است و نقض رای اولوالالباب، ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. زبان در دهان ای خردمند چیست، کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی، که جوهر فروش است یا پیله ور. اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحتان به که در سخن کوشی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. فی الجمله زبان از مکالمه او در کشیدن قوت نداشتم و روی از محاوره او گردانیدن مروت ندانستم که یار موافق بود و ارادت صادق. چو جنگاوری با کسی برستیز، که از وی گزیرت بود یا گریز. به حکم ضرورت سخن گفتم و تفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده. پیراهن برگ بر درختان چون جامه عید نیک بختان. اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان. بر گل سرخ از نم اوفتاده لعالی، همچو عرق بر عذار شاهد غضبان.
شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. موضعی خوش و خرم و درختان در هم. گفتی که خرده مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا از تارکش آویخته. روضة ماء نهرها سلسال، دوحة سجع طیرها موزون. آن پر از لاله های رنگارنگ، وین پر از میوه های گوناگون. باد در سایه درختانش، گسترانیده فرش بوقلمون. بامداد که خاطر باز آمدن بر رای نشستن غالب آمد، دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و زیمران فراهم آورده و رغبت شهر کرده. گفتم گل بستان را چنان که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد. و حکما گفته اند هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. گفتا طریق چیست؟ گفتم برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستان توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند. به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. حالی که من این بگفتم، دامن گل بریخت و در دامنم آویخت که الکریم اذا وعد وفا. فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد در حسن معاشرت و آداب محاورت در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترسلان را بلاغت بیفزاید. فی الجمله هنوز از گل بستان بقیتی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد. و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه، سایه کردگار و پرتو لطف پروردگار، ذخر زمان و کهف امان، المؤید من السماء، المنصور علی الاعداء، عضد الدولة القاهرة، سراج الملة الباهرة، جمال الانام، مفخر الاسلام، سعد بن الاتابک الاعظم، شاهنشاه المعظم، مولا ملوک العرب والعجم، سلطان البر والبحر، وارث ملک سلیمان، مظفر الدین ابی بکر ابن سعد ابن زنگی، ادام الله اقبالهما و ضاعف جلالهما و جعل الی کل خیر مآلهما. و به کرشمه لطف خداوندی مطالعه فرماید. گر التفات خداوندیش بیاراید، نگار خانه چینی و نقش ارتنگی است. امید هست که روی ملال در نکشد، از این سخن که گلستان نجای دلتنگی است. علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد و دیده یأس از پشت پای خجالت بر ندارد و در زمره صاحب دلان متجلی نشود، مگر آنگه که متحلی گردد به زیور قبول امیر کبیر عالم عادل مؤید مظفر منصور، زهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت، کهف الفقراء، ملاذ الغرباء، مربی الفضلاء، محب الاتقیاء، افتخار آل فارس، یمین الملک، ملک الخواص باربک، فخر الدولة و الدین، غیاث الاسلام و المسلمین، عمدة الملوک و السلاطین، ابو بکر ابن ابی نصر اطال الله عمره و اجل قدره،
و شرح صدره و ضاعف اجره، که ممدوح اکابر آفاق است و مجموع مکارم اخلاق. هر که در سایه عنایت اوست، گنهش طاعت است و دشمن دوست. به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است که اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارند، در معرض خطاب آیند و در محل عتاب، مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب است و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت اولاتر است که در حضور، که آن به تصنع نزدیک است و این از تکلف دور. پشت دوتای فلک راست شد از خرمی، تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین، خاص کند بنده ای مصلحت عام را. دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. تقصیر و تقاعدی که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می رود، بنابر آن است که طایفه ای حکماء هندوستان در فضائل بزرجمهر سخن می گفتند. به آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطیء است، یعنی درنگ بسیار می کند و مستمع را بسی منتظر باید بودن تا تقریر سخنی کند. بزرجمهر بشنید و گفت: اندیشه کردن که چه گویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. سخندان پرورده پیر کهن، بیندیشد آنگه بگوید سخن. مزن تا توانی به گفتار دم، نکو گوی گر دیر گویی چه غم. بیندیش و آنگه برآور نفس، وزان پیش بس کن که گویند بس. به نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب از تو به گر نگویی صواب. فکیف در نظر اعیان حضرت خداوندی عز نصره، که مجمع اهل دل است و مرکز علمای متبحر، اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم و بضاعت مزجات به حضرت عزیز آورده و شبه در جوهریان جوی نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد و مناره بلند بر دامن کوه الوند پست نماید. هر که گردن به دعوی افرازد، خویشتن را به گردن اندازد. سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. اول اندیشه وانگهی گفتار، پای بست آمده است و پس دیوار. نخل بندی دانم ولی نه در بستان، و شاهدی فروشم ولیکن نه در کنعان. لقمان را گفتند حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان، که تا جای نبینند پای ننهند. قدم الخروج قبل الولوج، مردیت بیازمای و آنگه زن کن. گرچه شاطر بود خروس به جنگ، چه زند پیش باز رویین چنگ. گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مصاف پلنگ. اما به اعتماد سعت اخلاق بزرگان، که چشم از عوایب زیر دستان بپوشند و در افشای جرائم کهتران نکوشند، کلمه ای چند به طریق اختصار از نوادر و امثال و شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی
رحمهم الله در این کتاب درج کردیم و برخی از عمر گرانمایه بر او خرج. موجب تصنیف کتاب این بود و بالله التوفیق. بماند سالها این نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جایی. غرض نقشیست که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی. مگر صاحب دلی روزی به رحمت، کند در کار درویشان دعایی. امعان نظر در ترتیب کتاب و تهذیب ابواب، ایجاز سخن مصلحت دید تا بر این روضه غنا و حدیقه قلبا، چون بهشت 8 باب اتفاق افتاد. از آن مختصر آمد تا به ملال نینجامد. باب اول در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فواید خاموشی، باب پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پیری، باب هفتم در تأثیر تربیت، باب هشتم در آداب صحبت. در این مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.